من 2 سوال دارم خدمتتون. یکی این که مرز بین این که ما منیت نباید داشته باشیم و عزت نفس چیه؟ من این 2 رو قاطی میکنم. و یکی دیگه هم که حالا برامون توضیح دادین همیشه سر کلاس ها و تو صحبت ها دون، ولی میخواستم ببینم که چجوری فرق بین شهود و ذهن رو بفهمیم که اون شهوده داره با ما حرف میزنه میگه یه کاری رو بکن نکن، یا اون ذهن ماست. مرز باریک بین منیت و وحدت وجود. منیت اون جایی هستش که ما میخوایم با الگوهای ذهنی خودمون را به دیگران معرفی کنیم، خودمون را ثابت کنیم. این موقعیت اجتماعی منه، این موقعیت شغلی منه، این خانواده منه، مدرک تحصیلی من اینه، حتی اون خصلت هایی که داریم. مثلا من مهربونم، من دلسوزم، من فداکارم. ما میخوایم با این الگوها چیکار کنیم؟ خودمون را به دیگران ثابت کنیم، خودمون را به دیگران معرفی کنیم. این میشه منیت. حالا از کجا بدونیم که این منیت؟ از اونجایی که اگر به یکی از منهامون توجهی نشد احساسمون به هم میریزه، چون منیت تعصب میاره. ما تعصب داریم که روی این چیزی که هستیم حتما ثابت کنیم که این هستیم و اگر متوجه نشدن دیگران یا بی‌توجهی کردن چی میشه؟ احساسمون به هم میریزه. این به هم ریختگی نشونه چیه؟ که من از روی منیت این کار رو دارم انجام میدم. ولی عزت نفس چیه؟ عزت نفس اون جایی هستش که ما میرسیم به وحدت وجود، میرسیم به یگانگی. اون جایی که من میبینم من ذره ای از این کل هستم، یک سلول از این کل. اینجا دیگه منیتی وجود نداره، تعصبی وجود نداره. وقتی من متوجه میشم من یعنی کل جهان، وقتی من متوجه میشم من یعنی دیگران با من فرقی ندارن، جدای از من نیستن، اینجا چه منیتی باقی میمونه؟ و اینجاست که وقتی رسیدیم به وحدت وجود به آرامش میرسیم. و این یعنی عزت نفس، یعنی من با اون وجود اصلی خودم رو میشناسم، با کیستی خودم. من کیستم؟ من کل جهانم. وجود اصلی من، خویش مقدس من خودم را با اون میشناسم، با اون معرفی میکنم. اینجا دیگه قضاوتی نمیمونه، اینجا دیگه مقایسه‌ای نمیمونه، اینجا منیتی نمیمونه، تعصبی نمیمونه. و اینجا میشه عزت نفس، اینجا میشه عمق آرامش. عزت نفس واقعی اینه.